بله تحریم شراب به تدریج شده. چرا؟ شراب چیزی نیشه‌ای و خوردنی است. هر چیزی که نیشه‌ای و خوردنی باشه زود اعلا کردن نمیشه. نسواری که نسواری خود اعلا میکنه بهترین فرصت برش رمضان است. چرا در رمضان روز تا بیگاره در دهن ننداخته، شام هم یک کمی کوشش کنه انشالله آهسته که رمضان آخر میشه نسوار اعلاست. از او خاطر از تدریج کار گرفته شده. اما در بیان احکام، در فرضیت احکام از تدریج کار گرفته نشده. نمازی طور نامده که اول الله گفته باشه که فقط قیام رکوع سجده بکنه، نه ستر عورت ضروری است، نه روی طرف قبله ضروری است و نه جای پاک شدن ضروری است، نه کالا پاک شدن ضروری است، نه جان پاک شدن ضروری است. این گپا ضروری نیست. فقط نماز بخونه. نه، نماز که فرض شد امی گپا قطعش قطعی بود. تدریج مدریج نبود. روزه که فرض شدی تو نبود که خیر است تا چاشتا یک سال تا چاشتا بگیره، دیگه سال تا بگه 3 بجه را بگیره، دیگه سال تا 5 بجه، دیگه سال تا 7 بگیره. تدریج نامده. یک دفعه روزه فرض شده. این والله ها خدا فریب میده خود، یا ایست که مطلب کتاب الله و سنت رسول الله را نمیفهمه، یا ایست که ابلیس لعین یارا چی میکنه؟ فریب میده. میگه هر چیز به تدریج پیش میره. حکمت صحیح است. حکمت ما قبول داریم. حکمت چی میره؟ میگه دعوت به اسلوبی که بگوی مخاطب توهین نشوه، لهجت نرم باشه، از تو آثار دلسوزی نمودار شوه و دلیل و سند گپ به دلیل و سند بگویی. این را حکمت میگه. این ضرور است. اما تدریج نیست. تدریج فقط در اموری که خوردن و نوشیدن است. در اونجا مراعات شده. اول الله متعال که شراب حرام میکرد امی قدر بیان کرده بود که از چیسته؟ از انگور هم چیزی نشایی جور میشه، هم چیزی فایده مند. اشاره کرده بود که چرا چیزی نشایی را جور کنیم؟ چرا شراب جور نشوه؟ بعد از او الله متعال بیان کرد که نفع ازی ضرر ازی خیلی زیاد است. از چی کرده؟ از نفعش کرده. در اینجا یک تعداد صحابه کرام بخیرا کردن. باز اون از نماز زدن که در نماز بیشودن. پیغمبر در وقت نماز منع کرد. پس از او که باز حالت خراب شد حکم قطعی آمد منع شد. دیگه الله چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده، تقاضای ایمان است، لا تقربوا الصلاة، نزدیک نشوید نماز، و انتم سکارا، در حالی که شما مست باشه، نشه باشه، حتی تعلموا، تا که شما بدانید، ما تقولون، که چی در زبان بیان میکنه، هدفیشه مطلبیشه بدانید. توتی واری همینطور لفظا را گفته میره. ولا جنوبا، شما نزدیک نشوید در نماز در حال جنابت، الا عابری سبیل، مگر که تیر شونده در راه باشه، حتی تغتسلوا، تا که غسل نکرده در جنابت در نماز نزدیک نشوید. دو نظریه از مفسرین است. یک نظریه صلات مراد از پیش نماز میگیره، پس نماز که گرفت شما در نماز در وقت نشه نزدیک نشوید تا که بفهمه که آن چیزی را شما میگه از مطلب و مقصدش، بفهمه که کدام کلمات است، درست است یا نادرست است. و در حالت جنابت نزدیک نشوه به نماز مگر که تیر شونده در راه باشه، در مسجد تیر شده میتونه. یک نظریه است مراد از صلات نماز گرفت. نظریه دوم که راجح است، لا تقربوا الصلاة، شما نزدیک نشوه به مسجد. نشه که کرده باشه ذکر نماز مراد از پیشش مسجد است. در مسجد نزدیک نشوه. چرا تو نشه کرده ای؟ اونجا بری دو دشنامش شروع کنی، اینطور واهیات بگوی. و انتم سکارا، در حالی که شما نشه باشه، حتی تعلموا، تا که شما بدانی، ما تقولون، سخنای خدا بفهمی که چی میگه. ولا جنوبا، نزدیک نشوی به مسجد در حالت جنابت، الا عابری سبیل، مگر اگر موتور تیر میشه، حتی تغتسلوا، تا که شما غسل کنه شما در مسجد نزدیک نشوی. نشه چی را میگه؟ میگه گو کسی که در عقلش اختلاط پیدا شوه، مرد و زن فرق نتانه، ایره نشه میگه. کسی میگه که زمین آسمان فرق نتانه، ایره نشه میگه. نه، کسی میگه که در حالت رفتارش کوترنگ میشه، گاهی اون طرف ایج نمیفهمه، این میره حالت نشه میگه. امی حالت کسی به نماز چی نشوه؟ نزدیک نشوه. پس هر چیزی که سکر میاره، نشه میاره، حرام است. کل مسکرین چیست؟ خمر، و کل خمر حرام. حدیث پیامبر علیه السلام است. علمای احناف میگن نه، غیر از شراب
دیگه چیزا تا وقتی که خوب تر نشان نکرد حرام نیست. یک دفعه خب با کسی بده که میره نشان میکنه یا نمیکنه، بعد از اون حکم حرمتش بده. عجیب است. الله رحم بکنه. یک عالم مصری نامش نمیگیرم، شما باز میشناسی غیر از او هم خب مشهور عالم است، کتابای زیاد هم داره. او موسیقی را دو بخش تقسیم کرده. یک موسیقی حرام. کدام موسیقی را حرام گفته؟ گفت که شهوت برمانگیزه، سیست تحریک میکنه، اونو حرام است. کدام موسیقی که شهوت تحریک نمیکنه و پروا نداره. شیخ البانی رحمه الله تعقیب کرده ایره، گفت عجیب است قول یه عالم به مثل قول احناف است در مورد حرام بودن چیزی نشهی. و هم میگه که یک چیز ما وقتی نشهی گفته میتونم که چی بیاره؟ نشه را بیاره. گفت مانای از دیگه بیسته که یک کسی را چیزی نشهی را بده بیشیدهش که نشه را بیاره یا نمیاره. اگر نشه را آورد میگیم که ولی حرام است، اگر نه آورد باز میگیم که حرام نیست. گفتی عالم صاحب مصری هم یه عالم صاحب مصری میشینه سعی میکنه که شهوتی که تحریک میشه کی نمیشه، که اگر شهوت تحریک میکرد موسیقی را حرام بگیم اگر نکنیم. الله اکبر. علمای بزرگ میباشه ولی خطا بگی خطا میشه نمیشه؟ میشه، راست میگه. و برادر همین فرق همین تبعیضه در کدام حدیثی پیغمبر تو کشیده که تو میگی موسیقی اگر تحریک شهوت میکنه حرام، اگر نمیکنه نه؟ همین در کجاست؟ در کدام حدیث است که تو فرق قائل میشی؟ او اونجا خود مسئله احناف خو حدیث صریح است، کل مسکر خمر و کل خمر حرام. صریح حدیث است، هر مسکر خمر گفته میشه، هر چیزی که نشه میاره. اگر نسوار هم سری کسی نشه آورد حرام است. امروز خود حرمت نسوار هیچ شک و شبهه نیست. چرا؟ اسراف است یکی و آنقدر ضرر به بدن میرسونه موجب پیدا کردن مرض سرطان است. حالی هم تو حرمتیش نمیداری. اگر یک کسی به دست خود در مرض سرطان مبتلا بسازه چطور است؟ حلال است؟ حالی هم لیکن ملا صاحبی ما چی میکنه؟ اینجا چی برش میگه؟ گلدانی، تفدانی. ایره مانده باز ترق میزنه شه، دیگران هم خبر میکنه، همینطور مندازه. در مسجد چیزی بدبو را آوردن چطور است؟ پیغمبر منع کرده یعنی که اگر کسی سیر خورده بود، پیاز و گپا مولی را خورده بود، دهنش بوی میداد، حتی پیغمبر میگه در مسجد ما در جماعت ما حاضر نشوه، ممنوع قرار داره. مولای ما نسوار دمیجه میکنه. کسی مرد باشه یک دفعه امو گلدانی را یک دفعه دادم روی خودم تو بگه بوی کنه شه که میتونه یا نمیتونه. مساجد الله را چی جور کرد؟ اونو هم عالم است، اونو هم چی است بگه؟ باز چی میگه؟ والا من خود نسوار میکنم نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اگر نسواری تو اعلان نمیشه خو پودری خو پدرش باید اعلان نکنه، شرابی خو پدری شراب اعلان نکنه. و مولا صاحب تو زمینه را برش مساعد کرد، دلیل و حجت تو برش جور کرده. باز دیگه گپیشه ببینه شما خبر داری یه الحاد و بیدینیشه. نسوار رو زره نمیش کرده. در وطن ما کدام مولا صاحب کدام وقت کدام مولای نامولا بوده، الله مغفرت کنه شه، گفته بود که نسوار رو زره نمیش کنم. ما نسوار چرا روزه را بشکنه؟ خود دهن است. خب روزه مطلبش چیست بیادرکم؟ روزه مطلبش چیست که سری تو فشار بیا، تکلیف گرسنگی، گشنگی، گپا بیا. نسواری را فقط نسوارش است، سیگریتیش بگه شرابی را شرابیش برش بده، دیگه هیچ نان و چای نده. در روزم به نان و چای نگاه کشه خوش است یا نیست، هیچ تکلیف سرش نمیاد. چطور تو روزه را میده سرش نمیگی؟ هدف و مقصد روزه از بین رفت. از همون خاطر ما پیچکاری که برای تقویت و تغذیه است چی میگیم؟ وای روزه را میده میکنه. چرا؟ حقیقت روزه باقی نمیمانه. دیگه پیچکاری که برای تسکین درد است روزه را میده نمیکنه. چرا که حقیقت روزه را از بین نمیبره. این موضوعی بود که در اینجا آمد. الله رحم بکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، لا تقربوا الصلاة، نزدیک نشوید به مسجد، و انتم سکارا، در حالی که شما نشمه باشه، حتی تعلموا، تا که بدانید، ما تقولون، که چی گپ میزنه. تو نشوه که گپ ایج نمیفهمی، لا اعبدو را اعبدو میگی، طوری نکو. یک دوم معنا
حتی تعلموا، نماز عبادت الله است به کمال خشوع، به تدبر، به تحقیق در معانی قرائتی که میکنی، آیاتی که میخوانی. مقصد زوره بدان که خوب بفهمی، به خاطری که خشوع برابر شود. ولا جنوب، نزدیک نشوید در حالت جنابت برای مسجد، الا عابری سبیل، مگر که تیر شونده را باشه. حتی تغتسلوا، تا که شما غسل بکنی. تیر شونده را کدام بود؟ بعضی صحابه کرام اگر در داخل مسجد خواب بودن، جنوب می شدن، او بیرون می آمد. آلی در مسجد حرکت میکردن که بیرون بره. آلی یک نفر خواب است، مسافر جنوب میشه، همینجا مجبور است که همینطور سفر حرکت بکنه در مسجد بیرون بره. در زمان پیامبر بعضی صحابه دروازه‌شان از اتاقشان در طرف کی برآمده بود؟ مسجد. وقتی که ضرورت پیدا میشد بیرون بره، در مسجد میرفت. الله متعال این را اجازه داد برشان. اما تا وقتی که ضرورت نباشه داخل مسجد در حالت جنابت شده نمیتونه. اگر قصداً داخل میشی گناهگار میشی. از همون خاطر کسی که میگه داخل است بعد تیمم بزنه بعد از چی شود؟ چرا که ضرورت است. در وقت ضرورت میگه اینمی به این خاطر که یک دم پاک شده باشه این تیمم بزنه بعد از باز در بین مسجد بروه. و این کنتم مرضی، اگر هست شما مریض، او علی سفر، یا در سفر است، او جاء احد منکم، یا آمده یکی از شما، من الغایط، از قضای حاجت، او لامستم النساء، یا شما هم بستری کرده امرای زنا، فلم تجدوا ماء، پس شما نیافتی آب، فتیمموا، شما تیمم بزن، یعنی قصد بکنی، سعیدا طیبا، زمینی پاکه، فامسحوا بوجوهکم، مسح بکنی بر رویایتان، و ایدیکم با دستایتان، ان الله کان عفوا غفورا، یقینا الله متعال است عفو کننده، یعنی خطا را عفو میکنه و دیگه سری شما حکم آسان کرده. غفورا، بخشش کننده است، یعنی اگر گناه قصدی را هم کسی کرده باشه و توبه بکشه الله بازم غفور است که گناهش هم عفو میکنه. در اینجا الله کسی که مریض است، در الله متعال میگه اگر کسی مریض است یا در سفر است یا آمده یکی از شما از قضای حاجت یا همبستری امرای زنا کرده، آب پیدا نکرد. مفسرین کرام دو نظر داره. یک نظری مفسرین است که فلم تجدوا ماء، این فقط در حالت همبستری است، در اونجا اگر آب پیدا نکرد. بعضی مفسرین میگه که نه، قطع کلی نمی امراض، مریض است آب پیدا کرده نمیتونه، در سفر است آب پیدا کرده نمیتونه، از قضای حاجت آمده آب پیدا کرده نمیتونه، یا هم بستری امرای زن کرده آب پیدا کرده نمیتونه، آلی تیمم بزنه. این نه پیدا کردن آب قطع کلگی میلگه. این قول راجح هم است، از ظاهر قرآن هم همینطور معلوم میشه. امام شوکانی رحمه الله در فتح القدیر این مسلک ترجیح داده و گپش راست هم است. این باقی ماندالی که کسی مریض باشه آب هم است اما برش تیمم جایز است. این چرا؟ این توسط حدیث های دیگر، نصوص دیگه آمد، معلوم شد که اگر آبم باشه خو وضو کردن به امرای از او تکلیف میرسانه، یا مرض زیاد میکنه یا سبب ایجادی مرض میشه، ولو که آب موجود هم است آلی بری تو جایز است. بلکه مریض هم نه که جور استی خو اگر آب استعمال کردی که تو را مریض میسازه، مریض نیستی خو مریض میسازه تا استعمال آب بری تو آلی تو را مریض میسازه، برای تیمم جایز است. در سری کو حالت جنابت برات پیش شد آلی تو غسل میکنی، دو برفا اگر غسل بکنی همی دستی قرار یخ چی میکنه؟ جای با جای جامدت میسازه. دو طور جای بعد چی بکنی؟ برای غسل تیمم بکن، برای وضو میتونی که وضو بکنی. از او خاطری توسط نصوص احادیث دیگه ثابت است قید قطع کلگی میلگه. تیمم در وقتی است که آب موجود نباشه. مثلا آدم ضرورتی قضای حاجت رفته، ضرورت برات پیدا شد وضو میکنم آب وجود نداره، تیمم بکن. مسافر هستی، مسافر خو برش چشمه و گپا معلوم نیست، آب فعلا نیست، تیمم بکن. یا جنابت برات حاصل شده آب وجود نداره، تیمم بکن. اول موضوع خو برای ما معلوم شد که تیمم هم برای وضو میشه هم برای غسل، اردوش یک قسم تیمم است، یک حکم داره. تا وقتی که آب پیدا نکرده امی غسل کفایت میکنه، نمازا روزه کلش. زمانی که آب پیدا کردی آلی میتونی که غسل بکنی. الله متعال بالای بندگان خود احکام خود آسان میکنه، نمیخواه بندش از عبادت محروم شود، بلکه
به اندازه توان و طاقت عبادت الله متروک نشود در زندگی. از او خاطر راه های آسان الله برای ما برای انجام عبادت خود مقرر کرده. در او لامستم النساء یک اختلاف مفسرین نیست که مراد از لامستم مطلقی دست بردن به زن است، یعنی اگر بوسه کنه، اگر دست چندی کنه، دستش بخوره، یا نه که هم بستری بکنه، این مراد است، یا نه که تنها هم بستری مراد است. قول راجع هم بستری است. چرا؟ میده شدن وضو از کجا معلوم شد؟ او جاء احد منکم من الغایت، کسی که در قضای حاجت رفت وضوش میده شد یا نشد؟ اینه در وقت میده شدن وضو حکمش معلوم شد که تیمم بکن اگر آب نبود. خب مسئله جنابت حکم تیمم کردن در مقابلش چی نبود؟ معلوم نبود. از او خاطر لامستم معنای هم بستری را میگه که امرای زن خود هم بستری کرده باشه، آلی آب پیدا نمیشه تیمم بزنه. تیمم هم یکی از جمله احکامی است که در سر مسلمان ها فرض شده و قدرت الله در مواقع فرض شده که اونجا حالت خیلی خراب بوده. عایشه رضی الله عنها میفرمه لاکت ما گم شده بود. پیغمبر علیه السلام سری ران ما سری مبارک مانده بود، صحابه گرد میگشتن پشت لاکت ما. مردم خیلی وقتی نماز آمده بود، نماز شده بود، آب هم موجود نبود، مردم هم به تشنه شده بود، هم در نماز آب نبود. یک دم ابوبکر رضی الله عنه را ملامت کردن کسی که دختر چی کار را شروع کرده؟ به خاطر یک لاکت لشکر اینا معطل کرده و اینطور است. ابوبکر رضی الله عنه گفت آمد، عایشه رضی الله عنها میفرماید ام المؤمنین گفت پیغمبر علیه السلام خواب بود، از پشت سر همینطور نخچک میکرد مرا که توستی که چرا اینطور میکنی؟ گفت من خود شور داده نمیتونستم به خاطر که پیغمبر علیه السلام بیخونه شود. و آنقدر سرزنش گپایی گفت که پرسان نکن. مردم که میگه که دود از سری ما کشید، ابوبکر رضی الله عنه دود از سری خود کشید. این واقعا چقدر درسا داره. شما خبر داری حقوق زن ما رعایت میکنیم. پیغمبر علیه السلام به خاطر یک لاکت عایشه رضی الله عنها لشکر بند کرده که لاکت پیدا کنه. لاکت چقدر قدر داره؟ قدر لاکت این قدر نبود. دلجویی عایشه رضی الله عنها خیلی مهم بود پیش کی؟ پیغمبر علیه السلام. پیغمبر درس میداد برای صحابه که ای صحابه لاکت زن اینی قدر اهمیت داره. خودی لاکت اهمیت نداره، دلجویی زن خیلی اهمیت داره. صحابه عملا درس بگیره که وقتی پیغمبر به خاطر زن خود اینقدر لشکر بند میکنه، آخرش گفت وقتی شطوری که من سوار میشدم را خستان، همونجا لاکت پیدا شد. گفت اینجا آیت تیمم چی شد؟ بگه نازل شد. و سید ابن حزیر رضی الله عنه میگه آمد با عایشه رضی الله عنها میگه که ای آل ابی بکر این اول برکت شما نیست. در هیچ موقع یک گپ از طرف تو واقع نشده که دو برکت مسلمانان نباشه. یعنی در واقع افکم برکت برای مسلمانان شد یا نه؟ چرا؟ براءت و پاکی عایشه رضی الله از کجا نازل شد؟ مقام و منزلت ابوبکر رضی الله عنه صحابه معلوم شد. اینه در هر موقع برکت است. آیت تیمم نازل شد، تیمم دیگه صحابه تیمم زدن. خبرداری که چی رقم تیمم؟ اینطور تیمم هم صحابه زده که لول خورده در خاک. های نادانی احکام در اون جمع بوده، اما می آمدن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعه را بیان میکردن. پیغمبر علیه السلام ارشاد میکرد، راهنمایی میکرد. ما هم همینطور هستیم، احکام بعد پرسان کنیم چی بکنیم. منظور است که اونجا لاکت خو پیدا شد. پیغمبر علیه السلام و چقدر نزاکت قوی از عایشه رضی الله عنها برای پیغمبر بوده که با وصفی که ابوبکر قطی دست و قطی عصای خود یک درو نخچک میکرد، عایشه رضی الله عنها جان خود شور داده نمیتونست. یک قدر رعایت کی را میکرد؟ خوابی پیغمبر علیه السلام. خوابی پیغمبر چقدر اهمیت داشت؟ دو سوم، پدر اگر دختری خود نخچک کنه یک چپیلاق بزنه خفه نشود. زنم که پیشتر گفتیم شوهرش به خاطر ادب و به خاطر که بدروزگاری را بگذاره، هیچ کدام گپی نیستی. خب گپ است. اگر کسی را ظلم بگه غلط گپ است. در مکاتبم وقتی که نظام جدیدی غرب میگه که طفل هیچگاه لط نکنی، این گپ غلط است. طفل بعضی اطفال امور روانه نموتور است که تا سیاست نشود متوجه به درس نمیشه، درس یاد نمیگه. نه او قدر زدنی قوی، نه او قدر بگوی آزادی و ناز دادنی قوی. طفل ناز دادن بازی طور میشه که
بگه در دهن خود که نعوذ بالله پیشاب هلاکت اوتور نکو. ادب در قرآن کریم هم تخویف آمده، هم چی آمده؟ بشارت آمده. اصلاح انسان ها توسط دو چیز میشه، هم تخویف هم بشارت. از او خاطر در اینجا کمال رعایت عایشه رضی الله عنها که پدر او را نیستن میکنه چیزی نمیگه، بد برش نمیگه، این کار میتونه. خب تیمم چی را میگه؟ تیمم شرطش است که آب پیدا نشود. پس ما چطور بپذیریم اون مسئله را که میگه جنازه فوت میشه، جنازه فوت میشه الا تیمم بزن؟ کی گفته؟ در کدام حدیث آمده که جنازه فوت شده تیمم بزن؟ اگر قریبیش باشه، دلسوزش باشه، بگوی دیگه جنازه سرش بخونه. سر یک مرده صحابی 10 مرتبه جنازه خوانده شده. چی ممانعت داره؟ وضو بکنه بره، خب صحیح. لیکن میگه الا تیمم بزن چرا جنازه فوت میشه؟ ایده میگه که اید فوت شد، الا تیمم بزن که اید از پیشت میره. حدیثی صحیح هست، اید از صحابه فوت شده، پیغمبر امر کرده که بری خود کسایی که باقی مونده جماعت کنی. چرا تیمم روا شود؟ ما بپذیریم خیلی مسئله را؟ حدیث یک چیز میگه ما این مسئله را بپذیریم؟ نمیپذیریم. تیمم در وقت نبودنیم آب است، آب موجود است، بری تو روا شود تیمم. دیگه عذر نداری، مریض نمیشی، مریضیت زیاد نمیشه، چطور تیمم برات جایز شود؟ تیمم به خاک زدن، به خاک. فقط حدیث دو قسم آمده، 2 ضربام آمده، 1 ضربام آمده، اما قول راجح 1 دفعه زدن است بر 2 عضو، ام به دستا و ام به رویا. روی خود هم مسح کردن، دستا هم مسح کردن، 1 ضربه است. خود دستا رو تا کجا را؟ حدیث تا آرنجام آمده او حدیث تا بندام آمده. احادیث قول راجح تا بند است، تا اینجا نیست که تور بود. دستا تا بند آمده، چرا اصل ید تا بند میگه. اگر دیگه مراد باشه در آیت بر ازو تمدید میشه، مثل که در وضو چی گفته؟ بگه فغسلوا ایدیکم، ایتو نگفته مطلق گذاشته باشه، الال مرافقی گفته. اگر مرافق مراد می بود در این جام چی میکرد؟ الله میگه فامسحوا بوجوهکم، مسح بکنی رویایتان و ایدیکم الال مرافق، دستایتان تا کجا را؟ مرافق نگفته، فقط دست بنده میگه. فقط و ایدی همه که اونجا آمده قطع کنی دستش، از آرنج قطع میشه از بند. چرا از بند؟ اینم میره دست گفته، اینم 1 دفعه زدن است. خب مردم ها اونجا ما را که یاد میداد الا کی تا آرنجا کی را این تو بگی، کی این تور بیا و کی این تور کو، پس دیگه چقوری دستش بیا. نه برادر، این تور کو خلاص. راجع قول ده حدیث همیتور آمده. در کدام جنازه میگه الا تیمم کنی، مولا صاحب امر کرده بود، مردم ها در بی خیلر رفته بودن، قطار نشسته بودن، استنجا میکردن قطی خاک. اینطور حالتا در وطن ما تیر شده. مولا صاحب مسائل بیان کرده، دین به مردم تعلیم داده، کلان مسائل که به سرنوشت خانواده برمیخوره، به سرنوشت آخرت برمیخوره، مردم آگاهی نداره. شرک چیست؟ توحید چیست؟ مسائل طلاق چیست؟ مسائل ایگپا چیست؟ تیمم چیست؟ تعلیم داده شده؟ نه. خب آلی خاک چطور گپ است؟ خاک هم پاک کننده است؟ خاک خو ملوث است. شما خبر دارید کفار که در صدد از این گپاست که قرآن کتاب الله است، به کدام چیز که حکم کرده حتما دو یک نکته وجود داره. تحقیق کردن که خاک چطور؟ خاک تحقیق کردن که یام پاک کننده است. خاکم پاک کننده اینطور اجزایی داره که میکروب میکشه، مثل که آب نمی قسم میکروب زائل میکنه. آب زائل کننده میکروب است، خاک کشنده میکروب است. آلیا تحقیق کردن میگن که الله اکبر، مسلمان ها که تیمم میزنه واقعا که در خاکم اجزای چی پاک کننده موجود بوده. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، بس سلسله دیگه شروع شد از اهل کتاب. قباحت های ازوار پس بر ما بیان میکنه که واسری احکام الله چی ریشخندی زده. الله بر ما بیان میکنه که مسلمان ها در مورد احکام ما شما نعوذ بالله به التفات و نعوذ بالله به اهتمام نشوی. احکام الله که براتون گفته میشه خوب اهتمام کنی، عمل بکنی، مثل اهل کتاب واری نشوی، نه پشت سری گپا بر ما میاد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم رب